سلامونه وخت مو په خیر د کاروان خپرونې درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ یاستئ. نن بیا هم زمین اکبري ستاسو په درانه چوپړ کې یم. بیا هم په خپرونه کې را سره د قدر وړ میلمه ده، هغه هم د ورزش له ډګر څخه نن را سره په خپرونه کې ښاغلی کوروش رجبي د MMA یا هم د آزادو سیالیو لوبغاړی ده. سلام، وقت بخیر آقای کوروش، امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. سلام خاص به شما، یک سلام خاص به کسایی که برنامه زیبای شما را بیننده هستند. تشکر. تشکر از شما آقای کوروش، با وجودی که اینقدر مصروف بودین مگم بازم بر ما وقت دادین. آن شما ما خاک پای وطن هستیم دیگه، هر وقت که شما بگین ما در خدمت هستیم. خواهش میکنم، هیچ گپی نیست. ممنونتان. خب آقای کوروش بر ما ایره میگه که چطور وارد دنیای ورزش شدین، چی باعث شد که انتخاب کنین ورزش MMA را؟ قربان شما بخیر باشین دیگه. من مدت 10 سال در رشته کامفتوا بودم زیر نظر استاد اشمت الله هنر در مزار شریف. بعد آخرین مسابقه ما در رشته کیک بوکس بود دیگه. باز من اما وقت دیگه در داخل قفس مسابقه کردم، ولی کیک بوکس به در رشته قفس نمیخوان دیگه. باز اموج علاقمندی به MMA پیدا کردم. مدت 7 سال میشه که من در رشته MMA کار میکنم. خب اگر ایرم بر ما بگوین، چون اگر ما ببینیم ورزشکارا سالهای سال طول میکشه که اینا بتونه یک جایگاه را بر خود پیدا کنه. شما می چندین ساله در یک وقت بسیار کم طی کردین. چی باعث شد که دیگه جوانا هم بفهمه اگه علاقمند هستن امیرای شما رو تعقیب کنه؟ قربانتان بخیر باشین. ما 10 مسابقه پروفشنال در MMA انجام دادیم که در کشور ایران بوده، با آذربایجان بوده، عراق بوده. با بهترین ها فایت کردیم، بهترین فایترهای ایرانی را هم شکست دادیم. ولی هرچی نباشه این مسابقه که پاکستانی بود، این مسابقه در افغانستان اولین دفعه است که رخ داده. یکی از به نام دینیس کناکوف کسی بود که هم ولی اوتک شکست داد، هم باز محمد و هم عبدالعظیم بدخشی را شکست داد. و کلی دوست داشت که بره با دینیس کناکوف فایت بکنه، ولی این پاکستانی هم که بود دو سه تا از هموطنای ما را شکست داده بود و تمام افغانستان را به چالش خواست که گفت مرا کسی زده نمیتونه. تمام فایترهای افغانستان چالش است. این تو فایت ها هیچ برگزار نشده بود در افغانستان. یک دینیس کناکوف بود که او دیگه بس کرد، دیگه گفت من دیگه فایت نمیکنم. و این پاکستانی را همه قسم هموطنای ما را شکست میداد و طرف دوربین رخشندی میکرد یا مثلا کارهای مسخره کننده میکرد. همونجا هموطن ما دیدم واقعا سخت بود که هم دستش میده شده بود، هم چهرهش تغییر کرده بود، بسیار به حالت سخت. این مسابقه فکر کنین که در افغانستان یک هم دینیس کناکوف بود، یک همین پاکستانی که رخ کم میده. به خاطر همین خدا را شکر از 34 ولایت افغانستان من قبول شدم و همون قسمی که هموطن ما و همون تو تخریب و توهین کرده بود، همون قسم ما رفتم در کشورش، در مو قفس همون رقم انتقام گرفتم و این باعث شد که در دلهای میلیون ها نفر جا پیدا کنیم. دقیقاً، یعنی شما باعث شدین اونمو چی میگه، با گفته شما گفتین بسیار، یعنی اونا یک رقم غرور کاذب کردن، رشخندی کردن که یعنی هیچ، و اونمو احساس وطنی، عشق و محبت وطنی شما را وادار به کرد که امو قصد و انتقام خود بگیرین. خب اینه بر ما بگین که کوروش جان چرا دیگه ورزشکارا حاضر به این نشد که با بلال حسین امی ورزشکار پاکستانی اینا حاضر شد و مسابقه به تو شما قبول کردین و پیشنهاد ازره کردین؟ خیلی ورزشکارا بود کسی قبول کردن نمیتونست، چون بسیار مسئولیت کلان بود. بسیار ببخشین به یک حساب چیز خطرناکترین، مثل یک قمار میمانه. خطرناکترین چیز بود، یک مسئولیت بسیار کلان بود. احیانا خدای نکرده اگر من این مسابقه را میباختم، برای من بسیار بسیار چیز میشد دیگه. من مجبور از پاکستان ایران میرفتم دیگه، از کل چیز خداحافظی میکردم دیگه. شاید تا امروز هم که حالم بد می بود. به خاطر همین دیگه این خطرناکترین مسئولیت بود که هر کسی را قبول کردن نمیتونست. اگر نفر چهارم میباخت دیگه فکر کنین دیگه از چشم کل مردم، یعنی حتی یک فایتر هست نامش نمیگیرم در پاکستان باخت، بسیار تخریب میشه. تا امروز هم او را لط میکنن در افغانستان، او را میزنن، تخریبش میکنن، توهینش میکنن. میگه در کل گیبو باز میگه در پاکستانی نباز دیگه. به خاطر همین من میتونم سر خود باورمند داشتم که همین توانایی را دارم که همون قسم که هموطن ما شکست داد، همون قسم میتونم میرم شکست بدم. خواه مگه یادتون باشه کوروش جان، وقتی که شما مسابقه را قبول شدین آمدین پاکستان، بسیار مردم پشت شما گپ زدن که نمیتونی، وقتی که ولی هوتکی که با وجودی که یک بازی را باخته در طی اینقدر سالها تمام بازی ها را برده، باز محمد بارز، واحد نژند،
یعنی میگفتن اونا با تجربه تر هستن از شما، اونا که قبول نکردن شما نباید قبول کنین و نباید با این حریف پاکستانی تانی مسابقه را انجام بدین و شما میگفتین که من میتونم و بالاخره تانستین. اگر کمی قصیش برام بکنین از این مسابقه تان که بلال حسین امی حریف پاکستانی تان چنان زدین که حتی بیچاره از این جای خود واسانی بلند شده نمیتونست. احساسات تان برام بگین و یکم قصه کنین از این مسابقه. قربانش بسیار یک سوال خوبی کردین. والا بسیار یک قصه خوبی بود. من در دقیقه 99 در میخانه شتگی بودم، دیدم که همون سنیش نیده بودم که این رقمی طرف دوربین میکرد و زبان خدا پاکستانی میکشید. در است یک غرور آمد، گفتم من جوان هستم، قد دارم، اندام دارم، جوان هستم، انرژی دارم. من تازه 22 ساله شدیم و گفتم چرا من این کارا نکنم. خب ولی اوتک یا دیگه ورزشکارا هستنشان رفته کلان و این فایتر پاکستانی واقعا فایتر قوی بوده و کسایی را هم شکست داده که از مکه از بدن از لحاظ فیزیکی از مکه قوی بوده و هموطنای ما. یک دعای مادر پدر، دعای ملت افغانستان پشتون بوده که ما پاکستانی را شکست دادیم و ناگفته نمانه که پاکستانی در بالاترین سازمان های دنیا فایت کرده، قوی است، بسیار یک فایتر قوی بود و منم در راوند اول بسیار زده بود و خدا نگاه کرد دیگه. خدا را شکر که انتقام گرفتیم. یک حس بسیار خوب. یک دیگه فکر کنین آرزوی اولم این بود که من خانه خدا را از نزدیک دیدم و آرزوی منیم دوم منیمی بود که من بلال حسین باید بزنم و کس را زدیم که فایت تاریخی شده. اینا امروز هم که شده ما در تیک تاک میرم ویدیو پست میکنن تا در 24 ساعت نمیشه میلیونی ویو میخره. هنوزم تشویق میکنن، هنوزم مسابقه هم نشر از دیگه را مسابقه میکنه، یک روز دو روز پس فراموش میشه، از صفحات اجتماعی دور میشه. این از مسابقه من فکر کنین چند ماه شد تا هنوزم در سر تیک تاک و فیسبوک هنوزم من میرم در صفحه مجازی که بعض وقت که میکنم میرم هنوزم فایت ما میآید. یک حس بسیار خوبی هست. باور کنین که دیگه ما در مسابقه دیگه هم بودم، این مسابقه نمیشه. این همیشه در ذهنتان داشته باشین. شاید بیننده زیاد پیدا کنم شاید دیگه، ولی هر کاری کنیم این مسابقه دیگه پیش نمیاد. کوروش جان واقعا یک مسابقه پرهیجان و یک مسابقه تاریخی بود. واقعا همگی منتظر ازی بود شما را بود که حالا چی میشه بالاخره. نباید ببازیم، همه هموطنات از کاربار خود مانده میشدن که بازی رو ببینن و باید ما ببریم و آرزوی تمام هموطنایتان پورا کردین. خب اینو بر ما بگین که نقش خانواده در ورزشی که شما انتخاب کردین چی بود؟ شما رو تشویق کردن نکردن؟ چون MMA ورزشی هسته که دان آدم میده میشه، دندان آدم میده میشه، یعنی حتی احتمال ازیام داره که صحت خود انسان بتونه از دست بده. دیگه بازم فامیلتان شما رو تشویق کرد که نه یا نه شما خودتون شق کرده زد کردین که نه من باید MMA رو انتخاب کنم؟ بله مدت 17 سال از ورزش میکنم. مادرم همیشه میگم، پدرم هم میگم دیگه والا عادت کردن. همیشه در کلاب هم که می بودم سپارینگ میکردم نوگار اینا میشدم دیگه. می مسابقه ما با پاکستانی بود، مادرم بسیار دعا میکرد و ای که در ضمن از او ما بینیم کج شده بود و چشم موگار شده بود. در مدت یک دو هفته بسیار آسیب دستای من برآمده بود و این فایت ما پر بیننده ترین فایت در رشته MMA افغانستان شد از طریق لایف و صفحات اجتماعی. و مادرم پدرم همیشه ناراحت میشن دیگه وقتی چشم مسیحا میبینن یا دیگه وضعیت ما میبینن، میگه بچه تلاش کو خیر است، تشویقم میکنن، میفهمه که می مسیرم است، میفهمه که نمی آرزویم است، نمی هدفم است دیگه. باز تو چیز نمیکنم، تشویقم میکنن. آها بسیار خوب. خب آقای کوروش شما یک مسابقه رو بردین که واقعا یک مسابقه تاریخی بود و هم از کسی که همه هموطنان توقع داشت که ببرین. خب وقتی که مسابقه رو بردین طبعا شما مستحق بهترین ها هستین. چقدر وعده ها از طرف مسئولین و هموطنان ما داده شد و چقدرش عملی شد؟ قربانتان بخیر باشین. وعده های زیاد شده، خب هیچ کدامش عملی نشد، ولی ما در برنامه شما اولین دفعه است که گپم میزنم. بعضی حرفا را که ناگفته بودم میزنم در برنامه شما. خیلی ها وعده دادن، خیلی ها از هر نگاه یا دیگه. ما خوبی کردیم، بسیار خوبی کردیم، ضربه هم خوردیم، ولی کسایی که وعده کردن کلش ما کسایی میگفت ما موتر گرفتیم یا دیگه گرفتیم، کلش دروغ است. کلش از یک سر، کلش از جیب شخصی خودم بوده، از پیسه مسابقه خودم بوده و خودم از حمایت های خودم کل کار انجام دادیم. ولی کسایی که میگه ما گیره گرفتیم یا حمایتش کردیم یا مالی کردیم یا از نگاه، اصلا کسی تا هنوز نشده که ما را حمایت مالی کرده باشه دیگه. خدا را شکر از حمایت شخصی خود ما پیش رفتیم.
خب خب بسیار خوب. خب نظام فعلی چون شما یک افتخار کلان بردین، اونا هم کدام حمایتی نکردن؟ نه خیر، ما رشته ما در افغانستان بند است، رشته MMA در افغانستان بند است و حمایت از المپیک نشدم، ولی من نیاز دارم از طریق المپیک افغانستان حمایت شوم، تشویق شوم، برم دیگه کشورها مسابقه بکنم. ولی خوشبختانه بگیم بدبختانه بگیم که رشته MMA در افغانستان بند است دیگه. به خاطر همین مجبور هستیم یا خودم، ما اگر امروز پاکستان یا دیگه کشورها میرم ایران یا مسابقه میکنم، به خاطر از اینکه رشته ما در افغانستان بند است، جوانای ما ناامید نشن، میرم دیگه کشور دیگه مسابقه میکنم، میام برمیگردم به وطنم که جوانان ناامید نشه و ناگفتم نمانه که اه، کاش این رشته ما باز شوه و دوباره مسابقه بکنیم، از طریق المپیک حمایت شیم، ولی دیگه از حمایت شخصی مالی خود ما پیش میریم. واقعا مشکل است که وقتی که حمایت نشین و از جیب خود شما مصرف کرده برین. خب با امید از اینکه یک اسپانسر خوب پیدا شود و آقای کوروش حمایت کنه که بتونه مت افتخارات به وطن بیاره. آقای کوروش ایران برای ما بگین که شما در ورزش MMA کی را حریف خود میبینین؟ در ورزش MMA حریف خود، از افغان و از ورزشکار افغان، از ورزشکار افغان از هر لحاظ. خب فعلا شکر خدا از حق نگذاریم دیگه. ورزشکارای ما کلشان باعث افتخار هستن، کلشان مدال هستن، احترام به کلشان دارم. هر کس به خودش یک چیز است، ولی ما فعلا از سن بگین، از قدرت بدنی بگین، از فیزیک بگین، از تمام ورزشکارایی که فعلا در افغانستان یا در بیرون از افغانستان هستن، من خودم واقعا تمرین میکنم یا از هر لحاظ. از بس که من تمرین میکنم احساس میکنم که میگم هست نیست، فقط مستم. یعنی فیزیکم بسیار بالاست از هر لحاظ. یعنی کسی را حریف خود نمیبینین، خودتان حریف خود نمیبینین؟ من خودم دیگه اینمو تو میگم، میبینم دیگه با کسی نه رقابت دارم، نه دیگه، من با همه ورزشکارا احترام دارم دیگه. دیگه همین. کوروش جان امیره کمی واضح بگو بر ما که اما تا را بفهمم. بیتر بگویم دیگه، از چی نگاه براتان بگویم؟ فقط کسی خب من کسی را نمیبینم فعلا در افغانستان دیگه. تا هنوزم ما با کسی نه رقابتی نام دارم دیگه. فعلا هدفم از است که تمرین میکنم، تلاش میکنم، میگم هست نیست، میگم اینم مثال خودم قد خودم رقابت میکنیم دیگه. کسی را نمیبینم فعلا در افغانستان که هم وزنم باشه و هم فیزیکم باشه، هم قدم باشه. نمیبینم کسی را واقعا. خب چند وقت پیش اگر ببینیم آقای واحد نژند و شما به یک دیگه چلنج میدادین که یک مسابقه را انجام بدیم که بازو صورت نگرفت، چی فکر میکنین اگر خودت با واحد نژند کدام مسابقه تان برابر شود کی خواد برد؟ و باز مردم هم زیاد تبصره کردن در مورد این موضوع که واحد نژند یک آدم با تجربه کار است، سالهای سال کار کردگی است و آقای کوروش تازه است میبازه و اون بسیار تبصره ها شد. شما چی گفتنی دارین؟ این گپا کش زیاد پیدا کرد، بسیار دست به دست زیاد شد و ناگفتن همانه که من گفتم فایت میکنم. من چلنج با هیچ فهموطن هم هیچ وقت ندادیم و مردم فکر کردن که کوروش شبی با واید نجان چلنج داده. نه خیر، واید نجان سنش فعلا 11 سال یا 10 سال از ما کلان است و فعلا هر کی در جوانیش یک انرژی و فیزیکی بالایی داره و من گفتم قدش فایت میکنم دیگه. ما اگر واقعا اگر ببینم واید جان هم قدم است، هم وزنم است، هم ریکورد است. اگه او هم ده مسابقه کرده باشه، ما هم ده مسابقه کردیم. او اگر رو سنه بوده قبلا، مثال 10 سال میشه که او از مکه کلان از 11 سال میشه، ولی ما مسابقه دیگه هم انجام دادیم که او رو سنه نبودن. میتونید در یوتیوب سرچ کنید مسابقه ما. و دیگه من واید جان گفتم میشه غم وزن چیزایی، من گفتم فایت میکنم. بازی رو گرفتن کات کردن، کلا ویدیو ماندن که گفتن کوروش اجبی واید چالش داده دیگه. نه خیر دیگه، من دوست دارم هموطنایم یک جای شوند دست هم بکنیم. حالا کل ورزشکارا با من مشکل پیدا کرده در افغانستان یا بیرون از افغانستان که چرا کوروش رجبی حمایت شد. ما از فالوور و از پربیننده ترین فایت فعلا در لیست اول MMA کارای افغانستان هستم دیگه فعلا دیگه. حالا کلی قدم مشکل پیدا کرد، چرا کوروش کلی حمایت میکنه، چرا کوروش یک مسابقه رفت بالا
ما 10 مسابقه 15 مسابقه کردیم و نشدیم بالا. هدفم از این نباید بخیلی بکنیم، بیاین دست هم بکنیم بریم با خارجی فایت بکنیم، با دیگه کشورها فایت بکنیم که بفهمن که افغانستان استعداد خوبی داره. اگر یا شاهد باشین ما پیش از مسابقه گپ که زدم عملی هم کردم، گفتم بیایم پاکستان بریم مسابقه بکنیم که واقعا ما استعداد داریم و او را من ثابت کردم. یک فایت تاریخی شد که جا داره من از این برنامه از خودت هم تشکری بکنم که ویدیو والا کردین. من در پاکستان بودم و خیلی از وطندارای ما را حمایت و تشویق کردن. دست هم بکنیم با خارجی ها فایت بکنیم، نه اینکه بیایم زود قضاوت بکنیم با هموطنای خود فایت بکنیم یا بخیلی بکنیم یا حسودی بکنیم. من همون که دوست دارم که هموطنای ما کنار ما باشن، پیشرفت بکنیم. بسیار گپ خوب را اشاره کردین کوروش جان. اگر ما شما ببینیم در این چند سال اخیر امی ورزشکارای ام ام ای ما یک رقم در جان یکی دیگه افتاده، شما امی علت اصلی را در چی میبینین؟ چرا اینو ایتو میکنن؟ کار چیز است، یگام تا جنگ اندازی میکنن، اما یا استاداشون این کارا میکنن یا به خاطر 4 تا فالوور این کارا را میکنن یا ای که به خاطر که روسانه به این کارا را میکنن. ما حالا نام نمیگیرم، یگان ورزشکارا پشت سر ما گپ میزنن در پشت تلفن، از نزدیک میان باز آشتی میکنن یا میان میگه که هیچی نمیگه، از نزدیک هیچی نمیگه، باز از پیش ما که میره باز لایف میگیره دیگه، میگیره اخطار میته یا ای که چالش میته یا هر کدامش میگه بیا کوروش قدم فایت کو، ولی از نزدیک میبینه او بیادر هستی و رفیق هستی و از این گپا دیگه. به خاطر همین میگم نکنه همین کارا رو نکنه، با زور و بازیشون پیش برن با خارجی ها فایت بکنن. همین دیگه که من مال اگر این گپا براتون میزنم که قطعا وطنم فایت نمیکنم یا دیگه نمیکنم، چون دیگه از او وقتای گذشته قطع هموطنای من فایت کردیم با بهترین هموطنای خودم هم در بهترین فایترهای مرکز کابل هم شکست دادیم. دیگه بس از دیگه دوست دارم با کیا فایت بکنم، با کسای فایت بکنم که هموطنای من شکست دادن مثل بلال حسین که میتونم انتقام بگیرم، با کسای فایت بکنم که اونا رو به چالش بکشونم و استعداد خود نشان بدم. بسیار خوب. خب بر ما ایرم بگوین در بین ورزشکارایی که از مبارزات آزاد هستند داخل افغانستان کی دوست خوبتان است؟ بودن دیگه می مسابقه که بلال حسین زدم کسای دوستای خوب ما بودن، نام نمک هم حتی در ایران در اینجا کلش با من مشکل پیدا کردن دیگه. فعلا تک تنها. اگری باید خوشحال شوند که دوستشان اینقدر در یک جایگاه خوب قرار گرفت، باید افتخار کنه که در پویتون باشن. حالا خواب گفتنش خوب نیست دیگه، خیر میگذره دیگه. اگر از ورزشکارایی که واقعا دوست خوب و بگیم یک ورزشکار بسیار خوب که خودم واقعا دوستش دارم، فرید بشارت در یو اف سی است، فعلا در امریکاست دیگه. اون را من واقعا دوست دارم. به خاطر چی دوست دارم؟ به خاطر از اینکه حسودی نیست، تشویق میکنه دیگه. ما در بسیار اینستاگرام هستیم دیگه، بچه بسیار خوبه هست. بسیار خوب. با امید از اینکه همین مشکلات های داخلی بین ورزشکارای ما حل شوه و همگی دست به دست یکی دیگه داده و تو پیشرفت کنن. خب ایران بر ما بگین که آیا کدام وقت دو فکر کردین که در بین ورزشکارای ام ام ای داخل افغانستان کی است که نباید دیگه بازی را انجام بده، نباید دیگه مسابقه بکنه؟ ولی اوتک چرا؟ دیگه نباید مسابقه بکنه. خب سنشون رفته بالا، نمیتونن دیگه. اگه از حد نگذاریم دیگه اینکه ورزشکارای زیادی هسته دیگه. یگانه خب اگه دوستا معلوم است دیگه نباید فایت بکنن دیگه. باید ما را مانن، ما را اجازه بدن که ما بریم بلاروس بریم یا روسیه بریم یا دیگه کشورها بریم فایت بکنیم. یعنی شما اگر ببینیم که ولی هوتک با وجودی که شما میگین دیگه عمرش همه چیزش دیگه ایجاب نمیکنه که دیگه مسابقه انجام بده، بر ما وقت بده، فکر میکنین ولی هوتک مانی از سر راه دیگه ورزشکاران؟ 100%، 100%. به خاطر از اینکه ما باید با بهترین ها فایت بکنیم، چون ما میفهمیم خود ما تمرین میکنیم، میفهمیم که یک نفر انرژی نداره، یک نفر دیگه نمیتونه، یک نفر 3 راوند 5 راوند مسابقه کردن نمیتونه دیگه. به خاطر همین دیگه بهتر است که ما حمایت شویم از طریق دولت، از طریق تجارت که ما بریم فایت بکنیم دیگه. وقت ماست. اگر ببینیم کوروش جان، چند وقت پیش ما با آقای ولی هوتک یک برنامه داشتم، اونا گفتن که ما تا 5-6 سال دیگه هم در خودم انرژی رو میبینیم که ما ام ام ای رو ادامه بدم. باز اگر از دیگه طرف ببینیم آقای ولی هوتک ورزشکاری است که اینقدر مسابقات را که اینا انجام داده، فقط یک مسابقه را اینا باخته، دیگه همه مسابقات اینا برده. چه فکر میکنین با وجودی که اونا هیچ باخت ندارن جز یک مسابقه، بازم میگی ادامه نمیتونه داده؟ واقعا هسته که من میتونم که یک 10 مسابقه بکنم به زور پیسه
ای هم میشه. حالا ما نمیگیریم خب مثال هدف ما ولی تگ نیست، کلا هم میگه مسابقه خریداری هم میشه، حریف هم خریداری هم میشه دیگه. دیگه هیچ دوست ندارم در این مورد صحبت بکنم. درسته. خب کوروش جان بر ما ایره میگه جز خودتان فکر میکنین دیگه کدام ورزشکار است جز خودتان که واقعا مسابقات خوب را انجام داده، فایت های خوب را انجام داده و یک ورزشکاری است در MMA که واقعا استعدادش داره جز خودتان؟ استعدادش داره ورزشکارایی که باشه که مثال حسود و بخیلی نباشند دیگه. فعلا خود در روی صحنه که من کس را میبینم فرید بشارت است، برادرش است، نصرت اقپرست باید دوباره تمرین بکنه در یو اف سی است، او باید زحمت بکشه دیگه. ورزشکارا دیگه اینا واید جان هم مسابقه خود برگزار کرد، خیر است دوباره قوی شوه، دوباره تمرین بکنه، پس برگرده فایت بکنه. واید جان هم خوب است، از قهرمانای ما دیگه. اینی میا فعلا رو صحنه هستند، فعلا تمرین میا بکنن. خب آقای کروش برای ما ایره میگه از جمع همین سه ورزشکار MMA داخل افغانستان اگر برتان چلنج داده شود یا مسابقه برگزار شود، از بین این سه نفر شما کی را انتخاب خواد کردین و امرش مسابقه انجام خواد دادین؟ یک باز محمد مبارز، واحد نژن و احمد ولی هوتک. درسشان احترام دارم دیگه. دیگه فعلا درسشان احترام دارم دیگه. ارسشان قهرمان های ماست، اگر ارسشان هم برای ما بگوید دیگه باز ما میگیم که همین شما بردگی ما پیشتان باختگی. میگه پا برشان میزنم. نه با کی مسابقه را قبول خواد کردین؟ همزمان فکر کنین اما سه نفر براتون پیشنهاد میده و شما مجبور هستین که یکش باید اکسپت کنین، کدامش خواد بود؟ نگفتن نمیتونم. اگر فایت بگین خب ما فایت بگین خب وزنم و کل سیستم برابر ما واحد است دیگه. فایت حساب فایت دیگه، حسابه که چالش اینا باشه نه هیچ وقت. دوست دارم با ارسشان یک فایت بگیرم، این اسپارینگ بگیرم، این دوست است. ولی خواهی تو میبینم که سنشان رفته بالا و ای که احترام باید برشان بذاریم دیگه. قهرمانی کردن دیگه کردن، ولی من دوست دارم نام خارجی ها را بگیریم که با خارجی ها فایت. خب از جمع خارجی ها کی را دوست دارین که امروزشان یک مسابقه را انجام بدین؟ خب ورزشکارای زیادی است ولی از این خارجی ها کانر مگریگر اگر نامش شنیده باشین، حریف خبیب بود دیگه. دوست دارم با کانر مگریگر. خب مشهورترین فایتر یو اف سی هم هست، هم سبک خودم هم هست. خب بسیار خوب. آیا خود در جایگاهی میبینی که تا چند سال دیگه خواد تانستین که شما در UFC مسابقه انجام خواد دادین؟ چانس از نظر به تالیت از قسمت است و ای که من گفته باشم برتانم اگر بگویم که حالا فایترهایی داریم در یو اف سی هست فایت میکنه ولی سطح چیزشان از حساب فعلا دنیای مجازی شده. حتی فالووراشان از ما کده پایین از روسانه نیستن، در یو اف سی هستن، این خودتان شاهد هستین. هدف ما ایست که ببینیم که از طریق چی میتونیم در یو اف سی خود برسانیم دیگه. انشالله اگر چانس یاری کنه یکی دو سال دیگه بخیر، اگر رسیدیم بخیر، اگر نرسیدیم هم در 3 سال 4 سال دیگه 100% میرسیم. میره باید برسیم، باید به خودمون قول دادیم. و این ناگفتم نمانه که این مسابقه هم که با پاکستانیم بود، ایرم ما اینمی یک تنها آرزویم اینمی بود که یک فایت بکنم که از یک کشور دیگه کمربند بیارم در افغانستان و خدا رو شکری فایت من بهترین فایت بوده دیگه. تو ارمان بدل نماندیم، انشالله که میرسیم. انشالله. خب بر ما آقای کروشی را میگه که شما روزانه چقدر تمرین انجام میتین؟ غذاها پروتینی که شما انتخاب میکنین چی هستن؟ تشکر. بعد از تمرین، پیش از تمرین خب پروتین وی میخوریم، انرژیزات میخوریم دیگه، خرما است، شیر است. و بعد از تمرینم سلات است دیگه، گوشت مرغ است دیگه، تخم مرغ است. و روزانه بستگی داره، یک روز از 2.5 ساعت است، یک روز است که هم صبح تمرین میکنم هم شب 4 ساعت میشه، 3 ساعت میشه دیگه، بستگی به انرژی و تایمش داره. خب بسیار خوب. یعنی خب یگان تو مثلا میگه که کسایی هستن که مثلا سیس از پروتین طبیعی استفاده میکنن، در کنار از یگان دوپین ها و پروتین های مصنوی هم استفاده میکنه که در مورد شما یک چند وقت یک ویدیو تا بالا میشده دیگه مردم ویدیو جور میکردن، آیا این حقیقت است؟ نه خیر،
کلش چیز است، دکه دکه مردم است دیگه. این گپا کلش در این رشته هیچ وقت نمیشه که دوپینگ و هیچ گپا کلش دروغ است. در پشت سر ما حرف شده. تا هنوز خدا رو شکر با میزور خود ما و انرژی که خود ما داشتیم پیش رفتیم دیگه. تو کارا را هیچ وقت انجام نمیدم. خب اگر یک پیام رو تقدیم کنیم به همین کسایی که مثلا پشت ورزشکارای خود، پشت ورزشکارای وطن ما، کسایی که افتخار آفرین هستن، افتخارات میاره در وطن ما، مگم بازم یک ایده افراد گپ میزنه از پشتش، یا در رستوران تخریب میکنه، یا همو تو روحی ورزشکار پایین میاره دیگه. شما چی گفتنی دارین به اینا که اینا پیام شما رو بگیرین اگه اصلاح شون؟ گفتنی معمی است که به جایی که بیاین پشت یکی دیگه گپ بزنین، اگه خوبتان نمیرسه کوشش کنین بدتان هم به کسی نرسه دیگه. یا هر چقدر کمی یک انسان خود فکر نکنه که دی خراب، یکی دیگه را فکر کنه، خودش خراب شده میره، خودش پس رفته میره. و ما دیدیم این چیزا را حس کردیم. یک فایتر از افغانستان قدما مشکل پیدا کرد و مرا تعوین کرد و پیش از مسابقه مرا گپای بد میزد. قبلا هم قدما یک جایی رفت پاکستان، یک جایی رفت پاکستان دیگه. امو بچگک به نام خبیب افغانستان میگه، تیمی وقتا امو گپا را میزنه. خب من پیش ما او ورزشکار نیست، او یک کسی هست که در صفحات اجتماعی می یگان گپا میزنه دیگه میزنه یا گدایگری میکنه. باز امو را کمک کردن، او را بردن پاکستان. و ورزشکار نیست، یک میده 20 ساله بچه، خودش 20 ساله 20 چند ساله است. یک بچه 15 ساله او را زد و هم او را زد و هم نه اونمو پیش از مسابقه هم قدمه بحث کرد، هم جنگ کرد، هم پشت سر ما گپ میزد، هم پیش از مسابقه هم بعد از مسابقه تا امروز هم است. نباید مثالی کار بیه بکنه. ورزش تا سر تا در ورزشت بگی، در تمرینت بگی، به یک کشور دیگه میری باید مسابقه تا ببری. جز از او خیلی هست دیگه. این بچه که کدام تا 1000 2000 افغانی میته، این کدام مشکل تکلیف داره، ایره پیسه میته، بازی میره پشت سر ما هر گپ جور میکنه که کروش تو پین کرد، کروشی کرد، کروشو تو کرد. اگر نی خود ترک است دیمی. همین بچه که قدما مسابقه کرد، خبیب که میگنش خبیب افغانستان میگنش، خب مسابقه را که باخت دیگه. نمیره کدام تو 20 روپه 20,000 10,000 پیسه یگان تا میتیش پشت سر ما یگان هر چیز میگه دیگه. من دوست دارم این کارا را نکنه دیگه، نکنه. اگه پیسه که هر کس میته بیا ما برات میتم اگه کار داری، ولی خواهشم برو به تمرینت فکر کو، ورزش تا بکو، تلاش بکو، دوای مادرت داشته باش، دوای مردم داشته باش. دفعه بعد برو مسابقه کو، انتقام بگی دیگه. همین نمی گفتنی هم به مو کسایی هست که حرف پشت سر ما جور میکنن. خب بسیار خوب. خب آقای کوروش، شما یکی از ورزشکارانی هستین که واقعا در MMA خوب درخ شدین. شما با او ایده جوانانی که میخواه که مثلا در مبارزات آزاد اونا هم خود تمرین کنه و در آینده بیاین، چی کارهایی را باید اینا انجام بدن، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ ورزشی، از هر لحاظ؟ اول اینکه دوای پدر و مادر خدا داشته باشه، دوای مربی استاد خدا داشته باشه و در ضمن از او با خدا باشه، نمازایش بخونه و خودش باور داشته باشه. همیشه بگه میشه، میتونم دیگه. نمیشه و نون کلا حفظ بکنن دیگه. سر خود باور داشته باشن دیگه، تمرین بکنن، درای دود نرن، درای عمل نرن دیگه. همین رقم ورزش بکنن، تلاش بکنن، حرف استاد و مربیشان گوش بکنن و انشالله که هر روزی که دارن میرسن. خب کوروش جان، شما را مردم زیاد محبت میده وقتی که میبینه، هم در رسانه اگر میبینیم و هم اگر حضوری میبینیم شما را کدام جایی وقتی که میبینن مردم جمع میشه، مهر و محبت خدا میکنه که آقای کوروش رجبی همراهتان عکس میگیره، یا جای عروسی محفل جایی میبینه، بسیار زیاد محبت میتن. بس بر شما چی احساس رخ میده یگان تا وقتی که یگان تا را میگم که مشهور میشه، مطرح میشه، اینا یک رقم غرور میورداریشانه؟ شما چه رقم؟ خیلی چیز در دلم نیست دیگه. امی دقیقه اه، چند نفرم پیش بود که کروش جان تو نه بادیگارد داری نه دیگه داری دیگه، و اگر مشهور میشه است که پایین هم از بادیگاردا داره، هیچ خدا بالا بالا میگیره، از این گپ میزد. من گفتم خاک پای ملت هستم، در افغانستان هستم، هر جای هر کس ببینیم دست فروش یا هر جا پایین میشم قدر یا پیسه یا اگام تشویقش میکنم، حمایتش میکنم. و در ضمن از در دل ما هیچ وقت نیست. بسیار یک حس خوبی است کسی که قد عکس میگیره یا محبت برات میته. ما هم دوست دارم قد از اون محبت بتم، تشویقشان بکنم دیگه، حمایتشان بکنم. یک حس بسیار خوبی است که امیر از خود ترکی آرزو داشتم، امیر از خود ترکی هدف داشتم. خدا رو شکر در ما هدفی که داشتیم رسیدیم الحمدلله.
خب بسیار خوب، بسیار خوب، موفق باشین. خب ایران بر ما بگوین جز ورزش را که انتخاب کردین دیگه چی مصروفیت دارین؟ و سلامت باشین. من فقط ورزش میکنم فعلا در افغانستان، دیگه هیچ مصروفیت دیگه ای ندارم، فقط تمرین میکنم. خب بسیار خوب. ای برتان سخت نمیشه؟ چون ورزش اگر مسابقه را انجام دادین خب خوب تشویق میشین، حمایت میشین برای یک وقت کوتاه مدت. بعد از او جیم یعنی مصارفی که دارین، این کمی سخت نمیشه برتون اگر در پولش کدام کار دیگه نداشته باشین؟ یگان بزنس دوست دارم دمی وقتا یگان بزنس جور کنیم انشالله دیگه، مصروف یک کمپ تمرینی. ولی من فعلا ده ای هدف هستم که باید تمرین خودم بکنم، مسابقه کنم، وقت به خودم بذارم دیگه. انشالله اگه داینده شوه یگان کارهای ساختمانی دیگه بزنس خودم میگیرم. در داخل افغانستان تصمیم دارین یا بیرون از افغانستان؟ افغانستان هم شب خوب میشه دیگه. میتاخل افغانستان نمیال کابل بسیار پیشرفت کرده، هیچ دلم نمیشه که از کابل برم بیرون. بسیار هر جایی که میرم قدر عزت میشم، در سوپرمارکت میرم یا لباس یا برام می دقیقه برنامه شما را اگر خلاص شوم میرم در خیاطی میرم، قنندام میگیرن لباس برام جور میکنن، قدر عزت میکنن، گفت بیا من منتظر امو هستم. یا در گاراژگاه میرم یا هر جایی که میرم قدر عزت هموطنان همیشه هست قدم. بسیار خوب. خب آقای کوروش رجبی جز ورزش MMA دیگه با کدام ورزش ها علاقمندی دارین و بلدیت دارین؟ دیگه خودم علاقمند خودم هستم، الگوی خودم هستم، خودم ما بیشتر دوست دارم. چرا؟ چون که من مسیر زندگی خودم میبینم. داستان سختی که من در سن قانونی ما پورا نکردم، ایران رفتم مشکلات دیدم، درای قاچاقی دیدم، خودم بهتر میبینم. هر کس همین خودشه که بیشتر چیز کرده باشه بهتر است. ولی دیگه ورزشکارای زیادی است دیگه، انشالله که هر کس پرچمداری کرده ما کار میکنیم برشان. بسیار خوب. جز مبارزات آزاد ای ورزش دیگه کرکت، فوتبال، والیبال دیگه کدام ورزش خوش دارین و یاد دارین؟ ورزشی که کامفو را خوش دارم قدیم ورزش میره دیگه. ورزش ها را کلش بگین از یک سر جز کرکت دیگه کل ورزش یاد دارم. خب بسیار خوب. خودتان چقدر انرژی را دیگه در خود میبینین که مثلا تا چند سال دیگه من میتونم دم MMA؟ ما چند سال دیگه 28 سال دیگه. 28 سال دیگه. بسیار خوب. بله. ما بسیار خوب. ما به خودم قول دادیم تا سن 50 سالگی ما گفتیم این گپ ما زدیم. 2 سال پیش ما این گپ زدیم و اتفاقا اون ویدیو هم دیدیم و گفتم تنها کس شم الا کسایی هم هست که در سن 60 چند سالگی مسابقه میکنن. کاکا شفیع میگه دیگه، میگه میال پیاماش در واتساپ ما هست. خب من دوست دارم ماناقه، ولی هرچی نباشه سن که از میسی که بره بالا انرژی ضعیف شده میره. ولی فعلا ما در حساب انرژی که فعلا فیزیکی ما که میخوایم خیلی بالا باشه، فعلا 8 سال دیگه ما وقت داریم. خب کوروش جان، در آخر برنامه پیامتان میشنویم و چی گفتنی دارین؟ گفتنی ما به هموطنان مینمی است که بیایم کنار هم دیگه باشیم، پیشرفت بکنیم در قوم پرستی. بعضی از هموطنان ما را میبینیم در صفحات تیک تاک دیگه قوم پرستی میکنن، قوم سر قوم جنگ مندازه. بیایم کنار هم دیگه وطن ما را تشویق بکنیم، ورزشکارای ما را تشویق بکنیم، دختر خانمای ما را تشویق بکنیم، درای ورزش، درای درس حمایت بکنیم و حرفای خوب بزنیم، بهتر است. بسیار خوب. از شما واقعا تشکری میکنم، با وجود مصروفیت ها برای ما وقت دادین. وقتتان خوش. سلامت باشین از شما و با برنامه زیبایتان که ما را دعوت کردین و بسیار یک برنامه خوبی بود. تشکر. درنو او قدرمنو لیدونکو، دا و زمونږ د دې اونۍ د کاروان خپرونه چې ما مینه اکبري تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا او بلې خپرونې ښه وخت ښې چارې.